منای بسته. پاشو چرا؟ رفت داریم پاشو سلام علیکم به اپیزود به اپیزود جدیدمون خوش اومدید. منو با لگد بالش منو بیدار کرد. سلام خیلی خوش اومدید. Bless you. Thank you. به اپیزود سوممونه فکر میکنم خوش اومدید. میخوایم بریم که یه صحبتایی با هم داشته باشیم، مثل صحبتای چالش برانگیز. ببینیم که نظر شما چی. یه شاگرد سطح اینترمدییت داشتم، خیلی یهویی رندوم برگشت من این شکلی گفتش که من از یه کاری استفاده دادم اومدم بیرون. بعد برگشت پرسید الان به نظرت اگر یک شهریار دیگه ما بخوایم تو رو به دو تا شهریار تقسیم بکنیم که یکیشون انتخاب کرد استعفا بده، اون چه زمانی قرار گرفتن تو زندگیش و چه اتفاقایی قرار تو مسیر براش بیفته و این شهریاری که الان تویی نظرت چقدر تفاوت میکنه؟ یاد بازی چیز افتادم، دیترویت بیکام هیومن، که قشنگ مثلا یه فلوچارت نشون میده اگه این تصمیم بگیری چه اتفاقی میفته، این تصمیم بگیری چه اتفاقی میفته. آره. یه تئوری هم بود، یه تئوری گربه، مثلا یه گربه توی یه جعبه سیاه میذاری. آزمایش گربه سیاه بلکت شرودینگر. آره مثل همچین چیزی تو اسم شرودینگر بود. داره میومد چیز میکرد، میگفت اگه سرعت جابجایی یک شی که یک گربه هست در واقع به توی یک جعبه دربسته و بیرون از جعبه دربسته اینقدر زیاد باشه، وقتی که توی این سرعت خیلی بالا جعبه رو حذف بکنیم گربه رو توی 2 تا لوکیشن میتونیم ببینیم به خاطر سرعت خیلی بالا. و این یه تئوری اصلی جهان‌های موازیه. آره، پرالل یونیورسز. آره خب ببین ما خیلی چیزا داریم، خیلی رندوم حالا راجع به این میکنیم صحبت کردن. پرالل با مولتیورس هم شنیدی؟ آره. حالا من نمیدونم یکی یعنی این دوتا با هم فکر نمی‌کنم. پرالل اینجوریه که انگار تو 2 تا حالته. ولی خب مولتیورس چندین ورژن از خودته. اسمش دیگه ببین به اینجوری میگن که مثلا تو به ازای هر تصمیم کوچیکی که تو زندگیت میگیری یه ورژن دیگه تولید بکنی. ریک اند مورتی رو میدیدی؟ آره دقیقاً مثل اینفینیت یونیورسز. دقیقاً تو حساب بکن که چه میدونم الان تصمیم گرفتی که از خونه بری بیرون، اون قسمت های میم هستش که تد داره میگه آره میاد میخواد تاکسی سوار شه، تصادف میکنه با استلا، میخواد ازدواج بکنه. گفت اگر اون روز تصادف نمی‌کردم اصلا گفت اگه سوار این تاکسی میشدم چه اتفاقی میشد، اینجوری میشه سوار این تاکسی میشدم این اتفاق میافتاد. ببین تو بجن که مثلا تو بزنی که بپیشی چپ مثلا وقتی از در که میری بیرون بپیشی راست یه مسیر جدیدی. آره اصلا یه چیز دیگه میشه. آره من خیلی به اینا فکر میکنم بعضی وقتی تو روزمره دارم همینجوری میرم میگم خب چه جالب اگه مثلا از این مسیر میرفتم. یه سری من یه تصادفی کردم. اون تصادف معروف؟ نه اونم میتونه یه نوعی از این داستان باشه. آره ما با بچه‌ها رفته بودیم بیرون، بازی فینال جام اروپا بود. این سری نه سری قبلی، پارسال یعنی؟ نه هر 4 سال یه بار اگه اشتباه نکنم. اروپا هم 4 ساله؟ آره ولی با 2 سال اختلاف بین جام جهانی. مثلا هر جفتشون 4 ساله ولی 4 سال اینجوری انداختن 2 سال یا رقابت داریم. نه بعد آره ما رفته بودیم بیرون بازی رو ببینیم، بنزین تمام کردیم، ما پا شدیم رفتیم، من و یکی از دوستان پا شدیم رفتیم بنزین بریم، 2 تا دیگه بچه‌ها تو ماشین موندن. ما بنزین رو زدیم اومدیم برگردیم چون مسیر خیلی زیاد بود، اومدیم اون دست خیابون گفتیم سوار تاکسی چیزیشیم بریم. ساعت 11 شب 11 خورده شب
من گفتم حسین که یه نیمچه‌ای من تو یادم بودش که یه تصادف این شکلی داشته با بنزین. آره یه یاروی بنده خدایی اومد و نمیدونم چیز خاصی مصرف نکرده بود ولی بالا سرمون یه امتیازی بالا سرمون یه امتیازی دید و گفت که امتیاز رو از دست ندم برم مرحله بعدی. زد به ما و فرار کرد. آره اینو داشتم حساب می‌کردم که من اگه مثلا اون شب بنزین تموم نمی‌شد اون تصادف رو نمی‌کردم چقدر مسیر زندگی من شغلمو به خاطر این تصادف از دست دادم چون نمیتونستم برم نمیتونستم تو خونه ریموت ورک کار بکنم. بعد کلا یه کریر جدیدی آغاز شد تو زندگی من به اسم تدریس زبان. با ایرانی آشنا شدم با تو آشنا شدم. ببین اینو میخوام بگم که اگه من شب اون تصادف رو نمی‌کردم مسیر زندگی من الان ما اینجا نبودیم الان این صحبت‌ها رو نداشتیم. اینه که میگن مولتیورس و خیلی جالبه. آره منم همینه. حالا خب ببین مثلا ما میگیم وقتی مولتیورس طبیعتا دنیایی که اونا توش هستن با دنیای ما فرق میکنه. چرا؟ چون تصمیمایی که مثلا دارم میگم هد اون دنیا انجام داده مثلا با تصمیمای هد اینور کلا یه چیز دیگه بوده و خب maybe they have flying cars الان ماشین خودراه داریم تسلا چه چیز قدرتی که مثلا من تو تغییر بحث دارم میگم حسین بوکس anyway آره خیلی جالبه برام. مثلا من خودم اگر من سال 94 دانشگاه قبول شدم بعد بابام برگشت گفت برو خدمت چون دانشگاه آزاده تو هم که درس رو انقدر دوست نداری. من یه پرانتز باز کنم من عاشق هر چیزی که مربوط به یادگیری زبان انگلیسی و شعر و داستان هر چیزی باشه مثلا دیوونه‌شم واقعا. ولی وای به حال این که مثلا ریاضی ببین مگه من مغزم جواب میداد. درسایی که واقعا خیلی دوست داشتم و خوندم یکی تاریخ بود یکی زبان همین. بعد حالا مثلا توی هنرستان چون رشتم کامپیوتر بود کامپیوترم خیلی دوست دارم اونم میخوندم. یه بار یادم معلم من اون نفس میزنم یه زنگی بود که باید جواب میدادم. anyway قشنگ سر یه امتحانی بودم تو دانشگاه اومدم بیرون چون تلفن جواب بودی نفس میزنی داشت بگو من رفتم پایین یه چیزی یه زنگی جواب دادم رفتم پایین دیگه حالا همش دوست ندارم برو میکوک اوکی. آره خلاصه من نشسته بودم و بعد سر جلسه امتحان بود. بعد امتحانم تمام شد رفتم بیرون و استادمون رو دیدم استاد فارسیمون. شدش که آسیان بیا کارت دارم. گفتم که جانم استاد چی شده؟ بعد استاد انگلیسیمون هم بود. بعد رفتم پیشش و گفت ببین من امتحانا رو صحیح کردم. ادبیاتو شدی 10. خب اوکی پاس شدم پس. گفت من صبر کن میخوام به توضیح بدم. گفت من توی قسمت اختیاری امتحان انگلیسیتون که تو از همه بخش نمره کامل رو گرفتی یه 4 نمره گذاشته بودم یه چیزی انگلیسی داستانی بنویسی. تو نشستی یکی از شعرهای شکسپیر رو اونجا تفسیر کردی. ولی شعر که نه پلیش. مثلا چرا از دای استفاده کرده به جای دو و حالا دای داستانی خودش بره دای thy blade is yours. بعد هیچی دیگه گفت تو اونو شدی 20 و اونو اضافه نوشتی چرا زبون فارسی خودت رو همچین نمره گرفتی. حالا این سوال برای من پیش اومد که الان مثلا دانشگاه داشتم میگفتم من میتونستم برم خدمت سال و اگر میرفتم الان ایران نبودم. واقعا الان ایران نبودم. چرا؟ چون همون لحظه که رفتم خدمت مثلا اگه رفته بودم یه اون مدرک کمبریج برام میومد و ویزای کاری که مثلا برام هماهنگ شده من پا میشم میرفتم. همون سال 98 دیگه ایران نبودم. آره کرونا رو من تو ایران نبودم. ولی از این انتخابا راضیم. از این الان راضیم. خیلی اتفاقا برام جالبه که بدونم الان شهریارای دیگه دارن چی کار میکنن و مثلا خیلی برای خودم قابل تصور و نزدیک همچین چیزی من میدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا من پیشنهاد میکنم اگه به این موارد علاقه دارن بچه‌ها یه سریال به اسم ریک اند مورتی. بعد
آره مسترپیس. کارتونه ولی برای بزرگساله، ادالت دیگه، ادالت محتوای بزرگساله. آره مثل فامیلی گای و آره دقیقا. و خیلی قشنگه. اگه به این موارد این شکلی علاقه دارید به نظر من اصلا از دستش. بعد اون خیلی به ریسرچ های خود الانمون هم نزدیک‌تره. آره خیلی میگم واقعا همچین شبیه. چیزی هست. آره. خیلی شبیه. شاید در آینده نزدیک اصلا ببینیم این چیزا. آره. مثلا فیلم‌هایی مثل اونجرز و نمیدونم گاردینز آف گالاکسی و مثلا کلا مارول یونیورس که اومد راجع به آره. مولتیورس صحبت کرد، اونم خیلی خوب. دقیقاً. الان یکی از اینو بهم بگو، الان حسین توی یه دنیای دیگر رو در نظر بگیر. خب حسین توی اون دنیا الان مثلا نمیدونم آدم مثلا بگم یه کمپانی الان مثلا تو ساخت و ساز داره یا چه بدونم از نظر مالی خیلی وضعیتش فوق‌العاده است، خیلی بده، اصلا ازدواج کرده ازدواج نکرده. والا آره احتمال هر چیزی هستش. میتونه یه آدم خیلی فقیر و بدبخت باشه. آره. میتونه یه آدم خیلی خفن و پولدار باشه. دور از جونت میتونه حتی چون یوتیوب ببخشید آن لایو شده باشه. آره دور از جونت. آره حالا آن لایو شده باشه به هر دلیلی. بعد یه سوال، اینا میتونه سنشون فرق داشته باشه؟ نه، چون از یه جایی با هم شروع شدن دیگه. آره ولی اگه مثلا تکنولوژی هم توی اون دنیا داخل باشه میتونه مثلا آره. ببین خب اون میشه روند یا اصلا یه چیز دیگه ای. آره نه ادامه همون بحثو آره. نکته رو آدم آخرش اضافه میکنم. مثلا ببین آخه ممکنه مثلا توی یه سالی باشه که چه بدونم قایت فریز کردن سنت وجود داشته باشه. همین الان هستش یه سری آره. چیزا که فریز میکنن اصلا ببین خب اون پای پارالل یونیورس هم باز میشه اون وقت. آره دیگه. شما یه نه استرینگ تئوری داریم، یه نه پارالل داریم، یه نه مولتیورس پارالل. چون آره خلاص. یه نه مولتیورس داریم. قشنگ اینا هم ببین واقعا یه چیز تو مخیه وقتی میشی روش فکر کنی. قشنگ آره 2 ساعت میگی وای سرم درد گرفت. آره. من یه بار یکی از دوستان داشت برام تعریف میکرد، بعد یه پست تو اینستا برام فرستاده بود، گفته بود من یه دنیای دیگه وقتی خودم رو میبینم که ازش پرسم با اون یه نفر آشنا شدی؟ من برمیگردم میگه اصلا اون یه نفر کی هست؟ بعد اونی که از اون یکی دنیا اومده به دنیای این یه خب اوکی بس تو درد نمیکشه. یه تیکه اتفاقا چیزش کرده بودن از روی جوجوتسو کایزن ریمیکسش کرده بودن، پسرا و باباها با هم دیگه شروع کردن صحبت کردن. برمیگم یه آره you haven't met her I'm glad یه همچین چیزی. بعدش تعریف میکنم میگفتش اگه یه همچین چیزی باشه من امیدوارم که اون آدم من تو اون دنیا به هیچ عنوان شخصیت رو ندیده باشه. ولی یه بحثی این وسط باز میشه به عنوان لنگر یا انکر که اون حول محور اون شخصیته، یعنی واسه همه یونیورسا اون یه نفر اتفاق افتاده. آها. یعنی هر کاریش بکنی اون لنگر و بنیاد توه توی تایملاینی که برای علی، شهریار، میثم یا هر اسم دیگه‌ای در نظر گرفته باشه اون لنگره هست. چه جالب. آره یعنی اون یه دونه اتفاق هست، حالا یه دونه هم نه که اتفاقا توی فیلم چیز گذاشته بودنش، توی مال همین مارول هم بود، اسپایدرمن اکراس اسپایدر وب، اسپایدر ورس. اون تازه هم اومده بود، اونم یه همچین چیزی بود که واسه مایلز مورالسه یا واسه همه اسپایدرمن ها اتفاق افتاده بود که توی همه مولتیورس گوئن استیسی برای اسپایدرمن میمیره و اسمش یه اسم چیزی هم داشت، میگفتش که این پایه و اساس توه و هیچ وقت اگر تغییر پیدا بکنه یونیورس تو از اگزیستنس حذف میشه. انگره و انکره با هم یکی شد، لنگره پایه و زهر ما همین الان داشتیم صحبت میکردیم برگشت گفت I have a good chef و برگشت داشتم فکر میکردم داشت غذا رو خودمونم گفتم از I am گفتم منم دیگه باشه حسین جان باشه
آره خلاصه این لنگره آره هست. و خیلی جالبه واقعا، خیلی مقوله عجیبیه. لنگره تو چی یا کی بوده؟ منم میگم یعنی یه چیزی که یه افکتی رو تو داشته که تو میدونی حسین های دیگه هم این افکت رو تجربه کردن. من که دارم فکر میکنم این رو خوبم نمیدونم حسین های دیگه قطعا تجربهش میکنن، تجربهش کردن یا میکنن. تصادفه؟ شاید. ببین چون یه چیزی که تو زندگی تو میمونه و مثلا هر کی الان منو میبینه میگه شهریار د آیتی گای یا شهریار د تیچر. یعنی چیزی بوده که مثلا همین تیچینگه من میدونم که همشون یه دور لااقل یه ماه و معلم بودن. نه من به این تا حالا فکر نکردم. خیلی جالب. برای من که حضورشون ثبته. ولی واقعا من خودم ببین چون واقعا برای من یک سری از اتفاقها و یک دونه خیلی به خصوص واسه من مثل یه بیگ بنگ بود واقعا. یعنی قشنگ بیفور افتر شد و اونی که خیلی عوضت میکنه و خیلی تغییر یهو یه چیزی رو ایجاد میکنه که تو میگی برای، چون اصلا تو هر دنیایی که باشیم هر مایی بهترین خودش میخواد باشه. آره. و اون اتفاقه بهت یا کمک کرده بهترینش بشی یا بدترینش بشی. ولی پوینت داستان اینه که خیلی نکته مثلا قویه توی زندگی تو. آره. نباشه ممکنه یه چیز دیگه باشه. واقعا اگه پارسال اون قضیه چیز بود چیز میل آره ببین واقعا اگه اون برای من و تو یونیورس های دیگه هم اتفاق افتاده یا نیافتاده اون لنگر نبود به نظر من. چرا؟ چون قشنگ یه ریکوست بود که مثل یه سیستم جلوی صورت من پاپ آپ شد که آقا do you accept this or you don't accept this. یه همچین چیز. حالا همون اکسپته و یا دیکلاینه اصطلاحاً دیکلاینه یه چیز دیگه میشد، اکسپته خودش یه چیز دیگه میشد اصلا. یعنی ما گفت همون دوباره چند تا دیگه میشه. ببین اصلا شرف مثل کابل لنه اینجوری بازش میکنی چند تا شاخه میشه و میره. بعد یه دونه هم نیست تو یه سیمو داری میبینی ولی یهو چند شاخه میشه، یهو میبینی شد یه چیز. خیلی مسئله. حتی که حالا مثلا همون صحبتی که اون دفعه داشتیم می‌کردیم فکر اصلا اون قضیه یهو میشد. خب همون شدن اون یه چیزای دیگه از این برداشت. لونا مثلا به هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. شاید الان اتفاق نمیافتاد. خب الان لونا تولد یه سالگیش هم گذشت. ولی مثلا لونا شاید مثلا 10 سالگی اصلا استارت نمیشه. آره الزامی نبود. داداش گفتم من اون تصادف رو نداشتم اصلا با تو آشنا نمیشدم که بخوام این داستان رو اینجوری بریم جلو. اگه تصادفا هم لنگر نمیشه به نظر من. نه چون ببین اون کوره تو اون هسته همینو دارم میگم. مثلا میگفت چرا همه پیتر پارکر و اسپایدرمنن. خب واسه اینکه توی اون شخصیت و دی ان ای تعریف شده پیتر پارکر باید اسپایدرمن باشه. حالا یه سریاشون هستن مردن، یه سری‌ها هستن 10 سال دیگه میشن، یه سری هستن به یک روش دیگه هستن. What is fascinating. Indeed یه پلتفرم پیدا کردن شغل مثل لینکدین واسه همینم به دانش بخش بده. خب بچه‌ها صحبت کم کم کوتاه بکنیم. آره شما هم بی زحمت اگه تجربه این شکلی داشتید یا نظری راجع به مولتی ورس اصلا خیلی از این چیزا اصلا من به دژاوو اصلا فکر کردم. بذار دژاوو که مولتی ورس داره. دقیقاً من همین قضیه فکر کردم ولی گفتم بذاریم یه سری دیگه مفصل. آره فقط بذار یه چیزی تو ذهن بچه‌ها یا ویوار رو بندازم که قشنگ بدونن. به نظرتون اگر اون صحنه‌های دژاوو لحظه جلوی چشتون بیاد، حالا هر چیزی که بهش میگم، اون صحنه که رو می‌بینی میگی ای من قبلا اینو اینجا دیدم، یه سری میگم پیک که باید اینجوری میشه و اینا، حالا
2 دقیقه مغز کار نمیکنه یا هر چیز دیگه حالا صحبت میکنیم. دیلیشن آن دمت. آره یا اینجوری میشی. اگر میتونستی اینو ببینی همون لحظه یه پردیکتی میکنی که برعکس اون رو انجام بدی. چون تو اگه مثلا اون لحظه نمیدونم یهو اینو بلند میکنی میذاری سر جاش میگی من دارم میذارم سر جاش. به نظرم چی میشه اگه اینو یهو بذاریش اینور؟ تو ذهن تحریک شده که تو داری میذاری سر جاش ولی یهو میذاری اینور. به نظرت چی میشه؟ یهو مثلا یه دیگه چی میذاره همه چی وای میسته. اینو فکر کن. مثلا اگه مثلا من ADHD داریم بهش فکر کنی. ببین. لوپ هولشه. آره. جالبه. خب بچه‌ها برام بذارید چیزایی که براتون پیش اومده. آره لایک و اینا رو که دمتون گرم زحمتشو بکشید. نوتیف هم فعال بکنید. قراره که برنامه‌های جالبی با هم دیگه داشته باشیم. اینستاگرام هفته بعد ببین. آره اینستاگرام حتما دنبال بکنید. خبرهای خفن داریم براتون. خیلی گفتیم خبر خفن داریم. 2 تاشون گذاشتیم واسه تولد اگه پیج رو فالو داشته باشیم. ولی خب کلا لایو لونا و پیج یه کمی پیج و یوتیوب یه کوچولو با هم تداخل داره و نداره. اینو تو ذهنتون داشته باشین که اونورم داره اتفاقای باحالی. آره حواستون به اونورم باشه. مهمون هفته بعد. مهمون هفته بعد. هفته بعد مهمونم داریم و باشید دیگه کنارمون باشید. دمتون گرم. پیس اوت.